ادل لوری بلو اتکینز در 5 می 1988 در منطقه تاتنهام لندن از مادری انگلیسی به نام پنی اتکینز و پدری ولزی به نام مارک ایوانز متولد شد. زمانی که 2 ساله بود پدرش رو ترک کرد و با مادرش بزرگ شد. اون آواز خوندن رو در سن 4 سالگی شروع کرد. در سال 1999 اون و مادرش به لندن اومدن. اون بیشتر دوران جوانی خودش رو در پارک براکویل گذرون، همون جایی که گیتار مینواخت و برای دوستانش آواز میخوند که بعدها در یکی از آهنگای خودش در سال 2015 به اون اشاره کرد. اون در می سال 2006 در مدرسه هنرهای نمایشی و فناوری بریت اسکول در کرودون با لئونا لوئیس و جسی جی هم کلاسی بود. ادل معتقده که استعدادش در این مدرسه شکل گرفته. پس از فارغ التحصیلی اون دموی 3 آهنگ رو برای پروژه کلاسی ضبط کرده بود و اون رو به یکی از دوستانش داد. دوستش دمو رو در شبکه اجتماعی محبوب خواننده ها مای اسپیس پست کرد، به طوری که منجر به تماس تلفنی ریچارد راسل مدیر برند موسیقی XL رکوردینگز شد. ادل در سال 2006 در رشته هنر از مدرسه بریت فارغ التحصیل شد و یک قرارداد موسیقی با XL رکوردینگز امضا کرد. ادل در آلبومی در کنار جک بنات همکاری کرد و در این جلسه بود که اون برای اولین بار با تهیه کننده جیم ابیس آشنا شد که به تولید اکثر آهنگ‌های اون در آلبوم 19 کمک کرد. در ژوئن سال 2007 ادل برای اولین بار در تلویزیون با اجرای آهنگی در برنامه BBC لیتر به همراه جولز هالند حضور پیدا کرد. همچنین در اکتبر 2007 و تنها در 16 سالگی آهنگ موفقیت آمیز اون با نام شکوه زادگاه منتشر شد. اون در سال 2007 جایزه ستاره نوظهور بریت رو کسب کرد و نامش در جایگاه نخست نظرسنجی آوای 2008 BBC قرار گرفت. دومین تک آهنگ خودش رو با نام تعقیب پیاده‌روها در 14 ژانویه سال 2008 2 هفته قبل از اولین آلبوم خودش منتشر کرد. این آهنگ به رتبه دوم جدول بریتانیا رسید. آلبوم 19 که به خاطر سن اون در زمان نوشتن و آهنگسازی بسیاری از آهنگاش به این عدد نامگذاری شد، در جدول بریتانیا در رتبه اول قرار گرفت. ادل در سال 2008 نامزد جایزه مریکوری برای آلبوم 19 شد. اون یک تور کوتاه در آمریکای شمالی رو در مارس 2008 آغاز کرد و در نهایت آلبوم 19 در ماه ژوئن و در ایالات متحده به صورت عمومی و رسمی منتشر شد. در ادامه ادل مهمان برنامه شنبه شب شد و در اون چند آهنگ رو اجرا کرد. این برنامه بسیار پربیننده بود و 17 میلیون بیننده داشت و روز بعد آلبوم 19 در صدر جدول آیتیونز قرار گرفت و به رتبه 5 در سایت amazon.com دست یافت. در نوامبر سال 2008 ادل پس از ترک خانه مادریش به ناتینگ هیل نقل مکان کرد و تصمیم گرفت اعتیاد خودش به الکل رو ترک کنه. در سال 2009 ادل برنده جایزه بهترین هنرمند جدید در 51مین جوایز سالانه گرمی شد. در سال 2010 ادل برای آهنگ شکوه زادگاه نامزد جایزه گرمی برای بهترین اجرای موسیقی پاپ زد. ادل در 24 ژانویه سال 2011 آلبوم 21 رو منتشر کرد. این آلبوم 18 هفته نخستین آلبوم پرفروش بریتانیا و 13 هفته پرفروشترین آلبوم ایالات متحده بود. هرگز زنی در تاریخ موسیقی بریتانیا به چنین رکوردی دست نیافته. اجرای احساسی آهنگ کسی مثل تو در 31مین جوایز بریت در 15 فوریه این آهنگ رو به رتبه 1 در بریتانیا رسوند. در اکتبر سال 2011 ادل مجبور شد 2 تور رو به دلیل خونریزی تارهای صوتیش لغو کنه. اون در
مراسم جوایز موسیقی آمریکا در سال 2011 در 20 نوامبر برنده 3 جایزه شد: هنرمند زن مورد پسند پاپ راک، هنرمند معاصر بزرگسال مورد پسند و آلبوم پاپ راک مورد پسند برای آلبوم 21. پس از میکروجراحی گلو، اون به طور زنده به مراسم جوایز گرمی 2012 در فوریه بازگشت. اون در هر 6 رشته‌ای که برای اونها نامزد شده بود، از جمله آلبوم سال، ضبط سال و آهنگ سال برنده شد و اون رو تبدیل به دومین هنرمند زن در تاریخ گرمی پس از بیانسه کرد که این تعداد جوایز رو در یک تک آهنگ به دست آورده. در اکتبر سال 2012 ادل خبر داد که در حال نوشتن، آهنگسازی و ضبط یک آهنگ برای فیلم اسکایفال، 23مین فیلم جیمز باند. ادل در سال 2012 تک آهنگ اسکایفال رو برای قسمتی از فیلم جیمز باند به همین نام منتشر کرد. ادل ضبط اسکایفال، سقوط از آسمان، رو یکی از افتخارآمیزترین لحظات زندگی خودش میدونه. در 14 اکتبر این آهنگ با فروش 92,000 نسخه به رتبه دوم جدول تک آهنگ‌های بریتانیا و فروش کلی 176,000 نسخه رسید و البته با فروش 261,000 نسخه در ایالات متحده با رتبه 8% بیلبورد قرار گرفت. در ژانویه سال 2014 ادل 10مین جایزه گرمی خودش رو برای آهنگ اسکایفال دریافت کرد و برنده بهترین آهنگ نوشته شده برای رسانه‌های تصویری در 56مین جوایز سالانه گرمی شد. این ترانه برنده جوایز اسکار و گلدن گلوب هم شد. در سال 2014 ادل نامزد 9 جایزه جهانی موسیقی شد. در 27 آگوست 2015 بیلبورد گزارش داد که XL رکوردینگز قصد داره 3مین آلبوم استودیویی ادل رو در نوامبر 2015 منتشر کنه. تک آهنگ اصلی آلبوم هلو یا سلام در 23 اکتبر منتشر شد. این آهنگ اولین بار در صبح روز 23 اکتبر در برنامه صبحانه رادیوی BBC با مصاحبه زنده با ادل پخش شد. ویدیوی هلو که در 22 اکتبر منتشر شد، در 24 ساعت اول انتشار بیش از 27 میلیون بار در یوتیوب دیده شد و رکورد بیشترین بازدید در یک روز رو از آن خودش کرد. این آهنگ در 30 اکتبر با فروش 330,000 نسخه در هفته اول در رتبه اول جدول تک آهنگ‌های بریتانیا قرار گرفت و اون رو تبدیل به پرفروش‌ترین تک آهنگ شماره 1 در 3 سال اخیر کرد. در 30 اکتبر ادل اعلام کرد که در 17 نوامبر کنسرتی را به عنوان زنده با ادل در شهر نیویورک در تالار موسیقی رادیو سیتی اجرا خواهد کرد. پس از اون MBC ویژه برنامه کنسرت رو در 14 دسامبر پخش و توزیع کرد. ادل در سال 2015 پس از وقفه 3 ساله 3مین آلبوم خودش رو با نام 25 منتشر کرد. به دنبال اون در 27 نوامبر آلبوم 25 در رتبه اول جدول آلبوم‌های بریتانیا قرار گرفت و با فروش بیش از 800,000 نسخه در هفته اول سریع‌ترین فروش رو در تاریخ نمودار بریتانیا به دست آورد. ادل در 36مین دوره جوایز بریت در لندن در 24 فوریه جوایزی چون هنرمند انفرادی زن بریتانیایی، آلبوم سال بریتانیا برای آلبوم 25، آهنگ بریتانیایی سال برای سلام و موفقیت جهانی بریتانیا رو دریافت کرد و برنده جایزه بریت شد. ادل خودش رو یک فمینیست واقعی میدونه و معتقده که باید با همه یکسان رفتار بشه، به خصوص در مورد نژاد و جنسیت افراد. اون از جامعه LGBTQ هم حمایت میکنه و خودش رو تحت تاثیر اونها میدونه. در سال 2016 مجله معتبری داستانی رو منتشر کرد که از ادل به عنوان ملکه قلب‌ها یاد میکرد. اون به عنوان بخشی از تور جهانی خودش در فوریه و مارس 2017 برای اولین بار در استرالیا اجرا کرد و در استادیوم‌های روباز در سراسر کشور خوند. همچنین نمایش سیدنی اون در استادیوم ANZ در 10 مارس توسط 95,000 نفر دیده شد و بزرگترین کنسرت تک در تاریخ استرالیا رو رقم زد. در 15 فوریه سال 2020 ادل در عروسی یکی از دوستانش اعلام کرد که 4مین آلبوم استودیویی اون تا سپتامبر 2020 منتشر خواهد شد. با این حال اون بعداً تاکید کرد که تولید و انتشار این آلبوم به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاده. کمی بعد وبسایت و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی ادل با توجه پیش‌بینی‌ها و بیلبوردهایی که قبلا
قبلا اشاره‌ای به اون شده بود عنوان کردن که آلبوم جدید اون 30 نام خواهد داشت. در 15 اکتبر ادل آهنگ به من سخت نگیر رو با استقبال زیادی منتشر کرد و رکوردهای زیادی رو هم شکست. این پنجمین تک آهنگ شماره 1 اون در ایالات متحده بود. آلبوم 30 در 19 نوامبر سال 2021 منتشر شد و به یک موفقیت جهانی تبدیل شد و در 24 منطقه به رتبه 1 رسید. 30 پرفروشترین آلبوم سال 2021 در سراسر جهان بود و در 8 فوریه برنده آلبوم سال بریتانیا در 42مین دوره جوایز بریت شد و ادل رو به عنوان اولین هنرمند انفرادی تاریخ تبدیل کرد که 3 بار این افتخار رو به دست آورد. در 25 ژوئیه اعلام کردند که کنسرت ادل در لاس وگاس در مجموع 32 روز اجرا خواهد داشت. پس از این ادل در 65مین دوره جوایز سالانه گرمی در فوریه سال 2023 شرکت کرد و نامزدی دریافت 7 جایزه شد. اون جایزه گرمی رو برای بهترین اجرای انفرادی پاپ برای ایزی آن می به خانه برد و رکورد خودش رو به عنوان هنرمندی که بیشترین برد رو در این رده کسب کرده افزایش داد. در مورد زندگی شخصی ادل باید بگیم که اون در سال 2011 با کارآفرین خیریه و تاجری به نام سایمون کونکی رابطه برقرار کرد. پسر اونها در 19 اکتبر سال 2012 به دنیا اومد. در اوایل سال 2017 شایعاتی در روزنامه‌ها شروع شد مبنی بر اینکه این دو نفر مخفیانه با هم ازدواج کردند چون هر دو حلقه‌های همسانی به دست داشتند. اون در مصاحبه‌ای در سال 2021 با وی بریتانیا اعتراف کرد که اونها در واقع در سال 2018 ازدواج کردند ولی در همون سال از هم جدا شدند. در آوریل 2019 جداییشون رو در یکی از خبرگزاری‌های معتبر تایید کردند اما اضافه کردند که به بزرگ کردن پسرشان با همدیگه ادامه خواهند داد. ادل سپس در سال 2021 با یک ورزشکار آمریکایی به نام ریچل پاو وارد رابطه شد. ادل دوستان بسیار زیادی داره ولی با تعدادشون بسیار صمیمیه و با آنها رفت و آمدهای زیادی داره، از جمله نیکول ریچی، جنیفر لارنس، کامرون دیاز، اما استون، رولا داکریل، لورن و آرون پول، جیمز کوردن و التون جان. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومده و دوست دارید ویدیوهای دیگه ما رو ببینید، با زدن زنگوله یا سابسکرایب ما رو دنبال بکنید تا ویدیوهای دیگه به دستتون برسه. راستی اگر شخص خاصی هم مد نظرتونه و دوست دارید زندگی نامش رو بدونید، میتونید اسمش رو در کامنت های همین ویدیو برامون ارسال بکنید تا زندگی نامش رو براتون آماده بکنید.